روز دوم آگوست سال 2022 در ولایت سرخندریا در جنوب ازبکستان مشق‌های حربی مشترک نیروهای مسلح ازبکستان و تاجیکستان تحت عنوان همدوستلیک 2022 به انجام رسید. در این روز دوره جنبسته مشق‌ها را وزیران مدافع دو کشور گنرال لیتنانت بهادر قربانوف و گنرال پلکوونیک شیرعلی میرزا، همچنین حاکم ولایت سرخندریا توره بابولوف و دیگر شخصان رسمی نظارت می‌کردند. اسرار روزیف سخنگوی وزارت مدافع ازبکستان خبر داد که طبق سناریوی مشق‌ها یک گروه دشمن شرطی با مقصد ویران کردن مرز دو کشور دست به کار می‌شود، ولی این گروه‌ها را با ضربه‌های دقیق تانک و توپخانه‌ها و پلمویت‌ها از بین میبرند. وزیران مدافع ازبک و تاجیک نتیجه های مشق‌های انجام شده را با موفقیت نامیده اشتراک کنندگان آن را تبریک کردند. یادآور میشویم تاشکند و دوشنبه در دوره ریاست پرزیدنت یکم ازبکستان اسلام کریموف در طول بیش از 20 سال مناسبت‌های خیلی پرتنش نزدیک به جنگ سرد را پس سر کردند. مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان تنها بعد مرگ اسلام کریموف و به قدرت آمدن شفقت میرزیویف که ریشه‌های اجدادیش از دهه یختن نویه دوشیج تاجیکستان است رو به گرمش آورد. در سرخندریا برگزار شدن مشق‌های مشترک نیروهای مسلح دو کشور، دو ارتشی که قبلا روی یکدیگر همچون به ارتش دشمن حساب می‌کردند نیز از علامت‌های گرمشوی مناسبت‌ها دانسته می‌شود.